سلام علیکم، حال احوالتون چطور؟ خوبین بچه ها؟ آقا من سایم، کسی که همیشه اینجا بهتون آموزش میکاپ داده، نقد محصولات میکاپ رو داشته. امروز خودم جدیدن یه روتین پوستی با مشورت خواهرم که کار پوست میکنه خریدم، قیمتاش مناسب بوده، واقعا هم راضی بودم. آقا اومدم هم به شما معرفی کنم هم نقدشون کنیم، همین دفعه یکم متفاوت راجع به پوست با هم صحبت کنیم. شما اینجوری چشم به هم بزنین، من لباسمو عوض کردم و اومدم در خدمت شما. بذار بیارمتون جلوتر. اولین چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که شما باید بدونید چه مدل پوستی دارین که بتونید یه روتین پوستی مناسب داشته باشید. حالا چطوری بفهمین؟ آقا شما بعد از حمام نیم ساعت تا 1 ساعت هیچی به این پوست عزیزتون نزنین. اگر تا 1 ساعت احساس کشیدگی، مورمور شدن، خشکی زیاد دیدی دیگه، سطح پوست آدم انگار اذیت میشه. اگر اینجوری بودی یعنی پوست شما یه پوست خیلی خشکه. اگر که شما بعد از 1 ساعت پوستتون روغن انداخت، یعنی اینکه شروع کرد خودش چرب شدن، مرطوب شدن، شما یه پوست چرب داری. پوستای چرب معمولا منافذ باز دارن، جوش بیشتر از پوستای خشک میزنن و این داستانا. اگر که شما دیدی اینجاها مثلا احساس خشکی داری، اینجاها احساس چربی داری، یه پوست مختلط داری. اگر هم دیدی که هیچ ریاکشنی پوستت نداره، فقط یه خورده شاید خشکتر از حالت معمولی به نظر برسه، شما یه پوست نرمال تا خشک داری، یعنی نه خیلی پوست چربی داری نه خیلی پوست خشکی داری. به این پوست میگم پوست نرمال که خوش به حالته. من خدا رو شکر پوستم نرمال رو به خشکه، یعنی بیشتر خشک میشه تا چرب بشه. آقا بروم نیارید، من رینگ لایت ندارم امروز و اینکه دارم با نور خورشید براتون ویدیو میگیرم. آره خلاصه مهمترین نکته پس این شد که شما پوست خودتون رو بشناسید. یه پوستی هم داریم که دهیدرات است، یعنی کم آبه، هم کم آب میخوره هم آبرسان به پوستش نمیزنه. این پوست چرب و خشک نداره، تو هر دوتاش ممکنه پیش بیاد. پوست شما پوسته میشه، لک میفته، تیره میشه، یا اینکه اگر پوست چربی داری هنوز اون احساس خشکی اینجاها تو داری با اینکه روغن میندازه. اینا بهش میگن بچه‌ها پوستای دهیدراته و کم آب که به مرور زمان کدر میشن و این خب برس به پوست دوست عزیز. اولین چیزی که توی این روتین پوستی خریدم و دوستش داشتم و راضی بودم این شامپو بدن شونه. خیلی بوش خوب بود، خیلی پوست منو لطیف کرد. یعنی با اینکه من پوست بدنم خیلی خشکه و داخلش دونه های اسکراب داره، یعنی بدن شما رو لایه برداری میکنه، خیلی پوست منو نرم کرد و اصلا من خشکی ازش ندیدم به خاطر لایه برداریش و خیلی خوشم اومد. دختر یه بویی داره که اصلا نگم برات. من به پوست صورتم اولین کاری که میکنم تونر میزنم برای تنظیم چربی و حالا تنظیم پیهاش پوست و اینا. باید تونر استفاده کنید. تونری که من خواهرم بهم پیشنهاد کرد خریدم دلانوه. بچه من از حمام اومدم، پوستم هم با میسلار پاک کردم هم با ژل شستشوی مخصوص پوستم شستم، ولی ببینید هنوزم آلودگی روی پوستم منه. واقعی بهتون بگم راجع به این تونر بوش اصلا خوب نیست، یعنی یه بوی داره، بوی بیمارستان میده، میدونی؟ ولی باش اوکی بودم، پاک کنندگیش خیلی قویه. من اصلا فکرشو نمیکردم که اینجوری پوستم کثیف باشه بعد از 2 بار شستم. محصول بعدی سرم آبرسان دور چشمه. بچه‌ها من همیشه کرم آبرسان میزدم، چه دور چشمم چه روی پوست صورتم، اما مخصوصا روی پوست صورتم جواب نمیگرفتم، جوش میزدم و حالا یه سرم آبرسان دور چشم گرفتم، سرم راکوتن. قیمتش هم حدود 400 بود که به نظرم توی سرمای دور چشم قیمتش خوبه. حالا یه قیمت معمولی داره، متوسط داره. میزنم روی این انگشتم که نبض نداره، شروع میکنم اینو دور چشمم کامل ماساژ میدم. سرم آبرسان بچه، سرما کلا چه آبرسان چشم چه آبرسان پوست چرب و خشک ندارن، یعنی سرما مناسب انواع پوستن همیشه. حالا سرمی که من دارم استفاده میکنم برای آبرسان درمالوگه که خیلی خواهرم تعریف برندشو کرد، 2-3 بار دارم میزنم. ببین اگه یه آبرسان به من نسازه قطعا من با یه بار استفاده سریع جوش میزنم، چون من کلا نمیدونم چرا ولی به آبرسان جوش میزنم، ولی این سرم رو استفاده کردم و جوش نزدم، پس بهتون خیلی پیشنهادش میکنم. نمیدونم چقدر میدونیم ولی میکاپ آرتیستا زیر آرایش پوستی همیشه آبرسان میزنن به خاطر اینکه پوست رو شفاف و روشن میکنه، پس همیشه از آبرسان استفاده کنید. نمیدونم اینو بهت گفتم یا نگفتم، ولی
بعد از استفاده از محصولات پوستی حداقل هر محصول رو چند دقیقه صبر کنید جذب بشه، بعد برید سراغ محصول بعدی. حالا بعد از استفاده از همه این محصولات کرم مرطوب کننده میزنم به پوستم. تمومم داره میشه. خدایی گل ریزون کنید یه مرطوب کننده سیمپل برای من بخرید. دیگه از اینی که داره تموم میشه مشخصه مورد علاقه منه. این بچه‌ها باعث میشه که اون آب رسانی که به پوستتون کردین و محافظت میکنه ازش و نمیذاره که تبخیر بشه و بیشتر باعث جذب این آبرسان به پوستتون میشه. و حالا اگه میخواین برین بیرون که خیلی بیشتر، اگه هم نمیخواین برین بیرون و تو خونه یه ذره کمتر، ولی آقا همه محصولاتم دیگه قطره های آخرشه، اینا رو باید برم بخرم. اینم دیگه مشخصه چقدر راضیم دیگه. ضد آفتاب مایه که خیلی دوستش دارم و چه بخوام برم بیرون از خونه چه بخوام توی خونه باشم، چون بالاخره پنجره داریم، بالاخره نور لامپا رو روشن میکنیم. نه، برای محافظت از نور همیشه من ضد آفتابو میزنم، هم به دستم و هم به کامل به صورت. اینم بهت بگم ضد آفتابو اگه به اندازه کافی نزنی انگار هیچ کاری نکردی، هیچ کاری، یعنی همه اینا رو بریز دور. این ویدیو خیلی دلی بود. بچه‌ها تو اینستا خیلی این موضوع ازم میپرسیدن که روتین پوستی تو بگو، چطوری پوستمون رو تشخیص بدیم، این داستانا. دیگه گفتم براتون بگیرم، امید به این که به دردتون بخوره. حجابم هم داره کنده میشه، اسلام داره واقعا به خطر میفته. من برم، دوستتون دارم. اگر چیزی نیاز دارین، ویدیوی دیگه ای نیاز دارین که من براتون بگیرم، حتما برام این زیر کامنت کنین. دوستتون دارم. خدافظ.